Hello everyone, today we're going to introduce you to a rising star in the world of football. Let's get started. And if you enjoy the video, don't forget to like and subscribe to the channel. Thank you. گاهی برای تبدیل شدن به یک افسانه لازم نیست بلندترین باشی، لازم نیست قوی ترین باشی، فقط باید چیزی داشته باشی که هیچ کس نتونه ازت بگیره: ایمان و استمرار. لیونل مسی، پسری که خیلی ها بهش گفتن نمیتونه، پسری که جسمش کوچیک بود اما رویاهاش بزرگتر از هر ورزشگاهی بود که قرار بود توش بازی کنه. اون به دنیا نیومده بود که مثل بقیه باشه، اون اومده بود که فوتبال رو جور دیگه ای تعریف کنه. همراه تمرینات سخت‌تر، تکرار شوت، دریبل. مسی یعنی تمرین، نه تمرین یک روز و دو روز، بلکه سالها همون حرکات تکراری، همون دریبل ها، همون پاس‌های کوتاه تا وقتی که توپ بخشی از بدنش شد. او بارها زمین خورد اما هر بار بلند شد، نه برای اینکه ثابت کنه بهتره، بلکه برای اینکه بهتر بشه. وقتی مسابقه شروع میشه همه دنبال توپن، اما مسی دنبال فضاست، دنبال لحظه‌ای که فقط خودش میبینه. یک لمس، یک چرخش، یک حرکت کوچیک و ناگهان کل دفاع از هم میپاشه. او گل نمیزنه، او داستان مینویسه، داستانهایی که میلیون‌ها نفر رو از جاشون بلند میکنه، داستانهایی که یاد اون میاره فوتبال فقط یک ورزش نیست، فوتبال یک حسه. مسی برای بردن بازی نمیجنگه، او برای ساختن لحظه‌ای بازی میکنه که تو ذهن ما میمونه. و شاید راز مسی همین باشه، این که هیچ وقت دنبال سر و صدا نبود، فقط دنبال پیشرفت بود. هر روز، هر بازی، هر لمس توپ. لیونل مسی اسمش فقط یک اسم نیست، یک امضاست روی تاریخ فوتبال. لطفاً اگه از این ویدیو لذت بردی لایک و سابسکرایب یادت نره.